سعی کنن برادران داستان اگر چنانچه یه حادثه مربوط به 30 نفر 40 نفره، یکی 2 تا رو مثلا نگه دارن، اونایی که ماده عاملن باقی دیگه رها کنن برن، زندان‌ها رو پر نکنید. و اون یکی 2 تا هم یه وقت می‌بینی با یه تعهد و با یه نصیحت و با یه تهدید و با یه چیزا حل میشه مسئله. اگر نه مثلا مسئله خطرناکی مهمه، اون وقت خوراک برای آقای قاضی درست کنید و پرونده آخر قاضی بخواد حکم بکنه. و قاضی ها هم توجه کنن که هر کسی رو که میشه مجازات کرد لازم نی مجازات بشه. یه جاهایی هست که باید ارفاق کرد. من بارها برای دوستان این تیکه نهج البلاغه میخونم، یا وقت برای رهبر انقلاب امامم تو همین منزل بودن، برای امام خوندم تیکه نهج البلاغه رو. میبینیم حضرت علی علیه السلام در اون خطبه 172 ظاهرا نهج البلاغه است میفرماد راجع به اهل جمل: والله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا، یا والله لو لم یصیبوا الا رجلا واحدا من المسلمین لحل لی قتل ذلک الجیش کله اذ حذروه فلم یدفعوا عنه بلسان ولا بید. اگه ای اهل جمل یه نفر از مسلمان‌ها رو هم کشته بودن، برای من حلال بود که همشون رو بکش. خب محاربن دیگه، باقیان، همشون باقیان و قیام کردن مقابل امام، بوقات هم حقش کشتن. اما همین حضرت علی وقتی که پیروز شد بر اهل جمل، تشریف آوردن تو بصره، به حضرت گفتن تو این خونه، تو او اتاقش عایشه هست، تو او اتاقم عبدالله زبیر است، و تو او اتاقم دیگه شیطون معرکه مروان حکم، یعنی سران معرکه اینجا، حضرت سردشون برن. و عایشه هم با احترام فرستاد، خب از بابی که ناموس پیغمبر اکرم بود با احترام فرستادش به مدینه. مروان حکم ازش بدی. حالا وقتی که حضرت دیگه پیروز شدن نخواستن دنبال معرکه رو بگیرن، حتی فرمودن اموالشون هم که گرفته مالشون هم پس بدید. اینجوریست که با اینکه اینا باقی بودن، مستحق اعدام بودن همه، ما حضرت او آخر کار فرمودن برشون کنید برن. بعدشون یه وقت میبینی شرایط، مقتضیات اینا اقتضا میکنه که ارفاق تو کار باشه و سختگیری نشه. من یه حدیث بخونم اینجا از پیغمبر اکرمه که این حدیث به ما خیلی درس میده. شما که الحمدلله از فضلا هستید میتونید تا گاو و ماهی به قول ماها از همین حدیث استنباط کنید. بله. اینجا میفرماد که ادرعوا الحدود عن المسلمین، پیغمبر عن رسول الله صلی الله علیه و آله، ادرعوا ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا میتونید حدود رو از مسلمین دفع کنید. فان کان له مخرج یا مخرج فخلوا سبیله، اگر راه فراری هست که ردش کنی بره، ویرش کن بیاره. فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه. امام قاضی خطا بکنه در بخشش بهتر از این است که خطا بکنه در عقوبت. یعنی گناهکاری از دست شما نجات پیدا کنه بهتر از این است که بی گناهی گرفتار بشه. همینطور که من عرض کردم مسئله خیلی ظریف و حساسه. اگر فرض کنید 10 نفرم مستحق اعدام باشن و قلم شما حکم اعدام اونا رو ننویسد، به گردن من که شما گناهکار نیستید، و اگر خدای ناکرده یک کسی که مستحق اعدام یا زندان زیاد نیست و اعدام شد،
این خطرناکه و مسئولیت بزرگی است. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض و کانما قتل الناس جمیعا. خیلی مسئله حساسه.